برای بنده سه چیز اهم مهم است. این سلامتی، دیگری برای من قناعت کردن به هر یک ناله نان و به یک قطره آب و مهنت و باز هم مهنت. تاریخ گواه است میگویند. گواه مرحله های خاصه، تاریخ های مهم و شخصیت های برگزیده که توانستند در زمان خود برای آیندگان خدمت کرده باشند. در صحیفه های تاریخ ادبیات معاصر تاجیک نام محقق و ادبیاتشناس محبوب تاجیک صاحب تبرف با خطهای روشن نوشته می شود. زیرا استاد توانسته یکی از پرکارترین عالمان زمان خود باشد و برای تازگی اثرهای ادبیات معاصر نقش گذارد. وقتی که نگاه میکنی این آدم عمر عزیز خود را با همین وطن، با فرهنگ وطن بخشید. پیش از همه همچون آموزگار استاد تبر فضیلت‌هایی داشتند که نه همه آموزگاران داشتند و امروز کاملا بسیاری‌ها آن را ندارند. از جمله اون علمان دانشمندی هست که در ساحه ادبیات شناسی خصوصا در علم نقد ادبی به حیث منقد شناخته و معروفیت پیدا کرده است. اگر به نقد ادبی سده 21 مرور کنیم، واقعا استاد تبرف هم در زمان شوروی و هم بعد از به دست آمدن استقلالیت از شخصیت‌های از اون منقدان فعال ما بودند. صاحب تبرف سال 1924 در دهه چهارراهه ناحیه مؤمن آباد ولایت ختلان به دنیا آمده است. آن هنگام در دهه چهارراهه تنها 8 خانواده زندگی می نمود. پدر خانواده امکی تبر در ردیف نام پسر کلانیش که میرزا نظر نام داشت او را صاحب نظر نام می گذارد. زندگی بار وزین خود را هنوز از زمان طفلی به دوش برادران می گذارد. پدر و مادر آهنگام از هم جدا می شوند و میرزا نظر و صاحب نظر در تربیه پدر می مانند. در 4 سالگی صاحب نظر به بیماری گرفتار می شود و از آن هنگام به نوازش بیشتر احتیاج پیدا می کند. سال 1931 در مؤمن آباد خانه بچگان تأسیس می یابد و پدرش از ناعلاجی اول میرزا نظر و بعداً صاحب نظر را به خانه بچگان می سپارد. یک زمانی که خیلی به سر و سامانی ها کلی جامعه شوروی را فرا گرفته بود. حالا جامعه شوروی بنیاد نشده بود، برپا نشده بود. جنگ های بسمجیگری ادامه داشتند. در کشور ما خاصه در بخارای شرقی قحطی و گرسنگی بود. قدر انسان وجود نداشت و همین لحظه بود که استاد تبرف را به یتیم خانه های شوروی سپردند و در اونجا تربیه یافت. چون خودی صاحب تبرف می نویسد سال 1933 بار آخر پدرش به خانه بچگانه تیبله کولاب آمده پس آن در خانه یکی از خویشاوندانشان که در ناحیه واسع زندگی می کرد از عالم می گذرد. اکنون یگانه امید صاحب نظر خردسال برادرش میرزا نظر بود که از او 3-4 سال بزرگتر بود. راستی گپ گویم از دوره طفلی و شبابم یگان خاطره نیک در یادم نمانده است. لیکن عذاب و کلفت ها و غم و غصه ها و اینها را در یادم باقی مانده چون که همین روزها را اثر گذراندم. در طفلی هم که از مادر جوان محروم شدم در سن 3-4 سالگی. ما را پدرم همراه برادرم تربیه میکرد و پدرم خیلی قشاق و کم و قلب بودن. صاحب نظر با برادرش در کورس‌های یکم تیاری و دوم تیاری آموزشگاه پداگوژی تاجیکستانی شهر سمرقند 2 سال تحصیل میکنند و از معلمان حمید بقازاده، تورقل ذهنی، سلامزاده و دیگران درس می آموزند. بعداً در اساسی بسته شدن راه خط به آموزشگاه سمرقند صاحب نظر و دیگر همسالانش را به آموزشگاه پداگوژی شهر پنجکن می آورند و سالهای 1936 و 1937
در آنجا تحصیل میکنند. سال 1937 با پیشنهاد برادرش خواندن را در آموزشگاه پداگوژی به نام لاهوتی شهر کولاب دوام داده تا سال 1939 در آنجا علم می‌آموزد. سال 1939 به فاکولته ادبیات انستیتوت پداگوژی شهر دوشنبه به نام شفچنکو که آن وقت یگانه مکتب عالی در شهر دوشنبه بود داخل شده تعلیم را ادامه می‌دهد. با او استادان ورزیده شریف جان حسین زاده، لطف الله بزرگزاده، عبدالغنی میرزایف و دیگران درس گفتند. مگه 7 سال در مکتب میانه خواند، 3 سال در مکتب عالی خواند و به همین معلومات عالی گرفت. ولی ببینید اون روزگار اونها که صغیره هایی که بسیار یتیم کلان شده بودند، زندگی خوب نداشتند، وقتی که تربیه جامعه شوروی را دیدن اونها بسیار صادق بودند نسبت به ایدئولوژی، نسبت به هدف‌های اجتماعی و سیاسی و غایوی این ساختار. وقتی که در سن 14 سالگی در آموزشگاه آموزگاری کولاب بود، علاقه به نوشتن سر میکند، بعضن حکایه ها می نویسد، خب در روزنامه دیواری می نویسد و وقتی که در سن 15 سالگی علاقه استاد تبارف در همین انستیتوت دولتی آموزگاری دوشنبه به نام شفچنکو، حاضر انستیتوت دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی هست کن. انا وقتی که سال 1939 در اینجا می آید، خب از همون دوره سر کرده به همین نوشتن خب درست است که اول مثلا همین نوشته های و یک نوع خصوصیت تشویقاتی، ترغیباتی، مثلا درباره ابو عبدالله رودکی، درباره ابن سینا، فردوسی، یعنی همه این را با واسطه همون روزنامه های پیونیر تاجیکستان و روزنامه کمسمال تاجیکستان گویا که یک نوع معرفی میکرد. فعالیت مهنتی صاحب تبارف اولا همچون آموزگار در ناحیه قرآن تپه و بعدا در آموزشگاه شهر کولاب آغاز می‌یابد و پیراهی تقدیر او را گشته به آموزشگاه پداگوژی شهر دوشنبه می‌آورد. سالهای دانشجویی او به سالهای جنگ بزرگ وطنی راست می‌آید که خیلی وزنین به قلم داده شدند. یک کتابش می‌براید سال 1948 کتاب ملاحظه ها آید به ادبیات سوویتی تاجیک و در همین سال 49 علاقه استاد تبارف حمایه میکند رساله نامزدیش را با نام غلامان استاد صدرالدین عینی همچون رمان تاریخی و از همین جا تا همین دوره گویا که یک نوع همون خصوصیتی همون تحقیقاتی ترغیباتی داشت آثار استاد تبارف. بعد اکنون دوره دوم آغاز می شود. در دوره دوم علاقه استاد تبارف فعالیت علمی خود را با فعالیت آموزگاری یک جای میکند. نیمه دوم سالهای چلم وضع زندگی صاحب تبارف دیگر می شود. او در سن 25 سالگیش نامزد علم‌های فیلولوژی شده پیوسته در تحقیق اثرهای نویسندگان تاجیک مشغول می گردد. ماه سپتامبر سال 1948 دانشگاه دولتی تاجیکستان تأسیس می یابد و صاحب تبارف برای فعالیت به همین درگاه دعوت می شود. همین گونه دانشگاه دولتی تاجیکستان امروزه دانشگاه ملی تاجیکستان مکان اصلی فعالیت صاحب تبارف انتخاب می گردد. در علم ادبیات شناسی یکی از علم‌های اساسی نقد ادبی است و یک وظیفه اساسی آن همین نقد ادبی تیز در سری وقت ارزش اصلی اثر را معین کردن و منقد هم وظیفه دار هست که باید که واقعیت ارزش اصلی اثر را تحلیل کردن نشان دهد. آن همین واقعا هم بسیار چی بگیم استاد صاحب تبارف بسیار مشاهده کار خوب بودند. بسیار بعد همین یک خصوصیت دیگری معلم تبارف برای ما پسندیده با اون خاطر بود که
واقع‌بینانه بها میدادند. خیلی که خودش در بسیار جاهامون دفتری تاثیرات عقل دل دارد قید میکند. خب عموما در هر یک شب مثلا 4 ساعت 6 ساعت همین قدر خواب میکرده است. باقی همین رو میخوانده است، تحلیل میکرده است، خب فکر میکرده، اندیشه میکرده است. خب بنابراین خب از خود میراثی علمی بسیار گرانبهای باقی گذاشته است. استاد تبارف به صفت یک نفر استاد و صفت معلم آموزگار اثرهای زیادی هم تالیف کردند و امروز در دانشگاه ها مثلا کتاب متد تحلیل اثری بدیهی استاد یا اساسهای تنقید ادبی کتاب هایی هستند که برای تعلیم و تدریس خیلی ضرور است و آنها این کتاب ها امروز هم مورد استفاده قرار دارند. صاحب تبارف عضو وابسته اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، دکتر و پروفسور فخری دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام سرالدین عینی بوده مؤلف بیش از 800 اثر و تالیفات علمی می باشد. موصوف سال 1949 در موضوع غلامان سرالدین عینی همچون رمان تاریخی رساله نامزدی حمایت نموده است. آفریده های نخستین صاحب تبارف دقت استاد عینی را جلب نموده سزاواری بهای مناسب گردیده برایش جاده محققی را هموار ساختند. سال 1953 علاقه کافدراها مثلا با کافدرای زبان تاجیکی و ادبیات تاجیکی وقتی تقسیم می شود استاد تبارف همچون مدیر کافدرای ادبیات سویتی تاجیک خب فعالیت را آغاز میکنند و 28 سال مدیر کافدرا بودند تا سال 1980 و در همین مدت فعالیت هم آموزگاری و هم فعالیتی فرض کردیم که علمی خود را بسیار نظم میبرد. بعد از شرف یاب گردیدن استقلالیت واقعا این کس ایجادیات صاحب تبارف فعالیت منعقدی صاحب تبارف باز پهلوهای دیگر پیدا کرد و گسترش یافت. در همین مرحله استاد تبارف بیشتر به ادبیات آخر عصر 19 و ابتدای عصر 20 به ویژه به زمان به ادبیات معارف پروری و ادبیات جدیدی تاجیک توجه بیشتر ظاهر کردند و در همین موضوع و در مسئله های به همین دوره ادبیات ارتباط داشته آثار زیادی را هم به نشر رساندند. صاحب تبارف در تحقیق آثار نیکولای استروفسکی، میخائیل سالتیکوف، شیدرین، پیرف سلیمانی، علی خوش، میرزا ترسونزاده، میرسعید میرشکر، جلال اکرامی، فاتح نیازی، رحیم جلیل، مومن قناعت، گل رخسار و دیگران سهمی باسزا گذاشته است. اثرهایی را که تا این دوره از تحقیق شده باشند هم لیکن تحقیقاتی که در اطراف شخصیت فطرت و ایجادیات انجام یافت اینها باز هم ارزشی خوبتر پیدا کردند یا که همین گونه نظری تازه به ایجادیات به شخصیت و ایجادیات منظم هم به نظر می رسند. وقتی که سال 1954 همین حسن عرابکش میرزا ترسونزاده چاپ می شود و استاد تبارف یک مقاله می نویسد، مقاله بسیار مفصل می نویسد و در اونجا نشان می دهد که هنوز می گوید بعضا ابرازها مثلا خیره برآمده است و این چنین در این اثر می گوید انا همون ضدیت ها به درجه اعلی نرسیدند و استاد ترسونزاده فکرهای انا همین دانو تبارف را گرفته اثر خود را اثر نو تحریر می کند 48 بند 4 مصرعی علاوه میکند و این اثر مثلا خب دیدید که مثلا یکی از اثرهای بهترین ادبیات مثلا دوره شوروی تاجیک بود که با مکافات دولتی لنینی سزاوار گردید. رساله و فهرست مفصل و با دلیل ادبیات شناسی و دستور و واسطه های تعلیمی رسومات ادبیات تاجیک برای صنف نهم، پیرف سلیمانی، میرسعید میرشکر، مجموعه 5 جلده مقاله های حیات، ادبیات و ریالیسم، سیمای جاویدانی پیشوا در ادبیات تاجیک، دستور تعلیم،
اوید به نظر تنقیدی ادبی، لغت روسی تاجیکی، اصلاحات ادبیات شناسی، متد تحلیلی آثار بدیعی، مناظره عبدالرؤوف فطرت، اساسهای نظر تنقیدی ادبی، جهان اندیشه های عبدالرؤوف فطرت و دیگر مقاله های علمی عموی، پوبلیسیستی و ایسه های خواندنی ثمره زحمت پرثمر بیش از 60 ساله صاحب تبرف می باشند. در این دوره بینید که و یک چیز را به حساب میگیرد که ادبیات جدیدیه تاجیک، ادبیات جدیدیه تاجیک در دوره شوروی آموخته نمیشد. ما میدونیم که ادبیات سوویتی تاجیک از سال 1917 از دوره نظام که سر میشید و آموخته نمیشد. بنابراین تبرف انا همین دوره را اکنون این دوره را مثلا بینید که تبرف دیگر علاقه فعالیت نمیکرد در مکتب عالی و در انستیتوی زبان و ادبیات به نام رودکی فعالیت میکرد و در خانه نشسته اکنون فقط مینویسد، فقط کار میکند. بنابراین در اینجا مثلا درباره منظم، میرزا عبدالهادی منظم، درباره فطرت، صدرالدین عینی، مثلا صدرالله ربیعی، خب درباره انا همین ها مثلا مخصوصا اثرهای بسیار ماندگار دارد. از صحبت استاد چنین ما خلاصه این برآوردیم که از همه اثرهای بدیعی که هم در تاجیکستان و هم در روسیه هم در سابق شوروی چاپ میشد، استاد میخوندن، آگاه بودن و تحلیل های جالب میکردن. هر یک عقیده و هر یک قضیه‌ای که بیان میکردن در زمینه دلیل برهانی بسیار قوی صورت میگرفت. همزمان منقد در حیات اجتماعی و فرهنگی جمهوری فعالانه اشتراک نموده، عضو چندین شورا و سازمان‌های جمعیتی و علمی و ادبی بوده است. صاحب تبرف برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی، جایزه به نام محمد عاصمی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، خادم شایسته علمی تاجیکستان، اعلاچی معارف خلق تاجیکستان بوده. با اردن‌های دوستی و شرف، 3 اردن نشان فخری و مدال و افتخارنامه‌ها سرفراز گردانیده شده است. صاحب تبرف از سال 1947 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بوده است. و چیز دیگری که ما در همین مرحله فعالیت محققی استاد تبرف واجه می شویم، این همون نظر تازه استاد تبرف به زندگی نامه استاد عینی است. این اثر هم، این اثر تحقیقاتی تبرف یکی از اثرهای در زمان نو و از دیدی نو و وابسته به ارزش‌های امروز مورد تحقیق قرار گرفت فعالیت ایجادی استاد عینی و تازگی‌های را هم برای ما داد. چخیل یک شخص مثلا در همون دوره خب اینقدر مثلا دانشی بسیار دانشی برجسته، خاطره های بسیار مستحکم، این اکنون معلوم می شود که وی با کتاب خیلی شوق و هوس کلان داشت. وی میگوید که خب وقتی که در دانشگاه آموزگاری کار میکردم فقط میخواندم دیگر کار نداشتم. و باز وقتی که مثلا با کاری نامزدی میگیرد، باز فقط در همین کتابخانه به نام فردوسی میخواند، مثلا تمام کتاب ها رو میخواند. میگن من همین قدر کتاب میخواندم در همون جا که حتی با تمام آنمون کارمندان کتابخانه فردوسی شناس شده بودم. استاد تبرف فضیلت بزرگی منقدیشون در این بود که همه چی را به طور فوری بها میدادند. مثلا ادیبانی که در آن روزگار با استاد تبرف زندگی کردند، همه ادیبان، هم شاعران هم نویسندگان در خاطرهای خود همه وقت می‌نویسند که هر یک اثری که آنها چاپ می‌کردند، استاد تبرف اگر می‌توانست با واسطه روزنامه و مجله ها تقریض نوشته حسن کپی آن را مشخص می‌کرد و یا که با مکتوب، با نوشتن مکتوب، یعنی ببینید چقدر حوصله لازم است که مثلا شما نشینید در پس میز نشینید، کتاب را خواندید، ملاحظه‌هایتان را درباره ارزش آن به مؤلف نوشته فرستید. سالهای 60 در حیات اجتماعی و سیاسی و ادبی شوروی و نقد ادبی و ادبیات شناسی آن از آن جمله در تاجیکستان نیز دگرگونی‌های کلی به وجود آمده بودند و جای بررسی‌های صرف اجتماعی گرایانه ادبیات را
таҳлилҳои адабӣ ва бадиии он гирифта буданд. дар ҳамин ҳолат ҳам танқидҳои сахирона ва маслиҳатҳои соҳибтабаров дар бораи асарҳои манзуму мансур, драма ва таълифоти мунаққидон ва адабиётшиносони муосири тоҷик ба раванд ва тамоюлҳои адабӣ таъсири мусбат доштанд ва боиси таҳаввул ва такомули он шуданд. яке аз фарқиятҳои асосии муаллим Табаров дар воқеъбинона баҳо додани асари бадиӣ буд. вай тавонист ки дар ҳамин муддати умри бобаракат масалан 60 китоби хурду калон 60 китоби хурду калон, ғайр аз ин масалан 740 мақолаву тақризу мусоҳибаву дигарҳо. яъне вақте ки нигоҳ мекунем масалан дар ҳақиқат одам тааҷҷуб мекунад. устод Табаров ҳамин қадар дониши фароғ доштанд ки вақте ки бо ҳамсӯҳбат мешидем мо бо он кас, оно дар бораи химия ҳамчун мутахассиси химия суҳбат мекарданд. дар бораи фарз кардем ки санъати мусиқӣ ҳамчун мутахассиси санъати мусиқӣ суҳбат мекарданд. дар бораи адабиёту дар бораи забон масалан хай мутахассиси барҷаста буданд. бояд бигӯем ки устод Табаров сарсупурдаи илму адабиёти тоҷик буданд. то охирон лаҳзаҳои умр хонданд, навиштанд, таҳқиқ карданд, пажӯҳиш карданд ва он меросе ки имрӯз устод боқӣ мондааст, ман фикр мекунам дар оянда боз аз лиҳози аз рӯзи меъёрҳои нави иҷтимоӣ сиёсӣ матраҳ мекарданд. он нуктаҳои арзишманде ки дар бораи адабиёти бадиӣ, дар бораи шеър ё дар бораи наср гуфтанд, муҳаққиқон онҳоро рӯи об мебаронанд. ва муҳимтар аз ҳама ҳамин аст ки зиндагии эҷодии устод соҳибтабаров, фаъолияти адабиётшиносиву ҳавсалаи ӯ дар ихтисоси касби пешкардаи худ намунаи беҳтарини ибрат барои тамоми адабиётшиносону барои ҳамаи дӯстдорони адабиётшиносиву нақди адабӣ мебошад. номбурда аз соли 1939 яке аз беҳтарин хонандаҳои китобхонаи ба номи Фирдавсии шаҳри Душанбе, имрӯза китобхонаи миллии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. ин буд ки дар умри ба сар бурда тавонист дар рушди адабиёти муосири тоҷик саҳм гузорад ва дар қатори беҳтарин фарзандони ватан номнавис шавад. ба хотири гиромидошти олими пуркор ва мунаққиди машҳури тоҷик, бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки 12 декабри соли 2023 ироа гардида буд, моҳи августи соли 2024 садсолагии соҳиб Табаров дар бузургтарин муассисаҳои илмии кишвар аз ҷумла Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи вилояти Хатлон, ноҳияи Муъминобод бо шукӯҳ таҷлил гардид. ин коргузорӣ нишони эҳтироми бузурги ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба бузургони илму адаби кишвар мебошад. خودرو وقت میشمارم چون که 3 فرزند حیاتی و ابدی دارم. یکی فرزندان جسمانی که آنها سر من را پس نکردند، دیگر فرزندان معنوی که صدها شاگردانی که در تمام جمهوریت و بیرون از آن کار میکنند و سوم فرزندان من اثرهای کم و بیشی که برای خلق و ملت هم ایجاد کردم آنها محصول حیات منند. بنابراین با داشتن همین 3 نوع فرزند خودم رو خوشبخت‌ترین یکی از فرزندان خلق بزرگی خود حساب میکنم.